انیو، سلام به همگی. بازم با شما هستیم از ایکوفلکس با یک معرفی فوق العاده جذاب و دوست داشتنی. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. یک سریال کاملا جدید با یک محتوای جدید. اگر از دیدن سریال ها با محتوای یکسان خسته شدین، پس حتما این سریال براتون پیشنهاد میکنم بیننده باشید. سریال که محصول کره جنوبی است با اسم دوست پسر درخواستی، یعنی بای فرند آن دیماند، که محصول همی سال 2026 است. دارای 10 قسمت است و یک امتیاز خوبی 7 نمره هم داره. ژانر که داره کمدی عاشقانه است. پس لایک کنین، سابسکرایب کنین و فیلم یا سریال مورد علاقه خود هم کامنت کنین تا ویدیوی بعدی بر شما باشه. میریم به طرف داستان سریال. داستان سریال حول محور سومیره میچرخه که یک تهیه کننده وب دنیا همی داستانهای انیمیشن است که از شدت کار خسته است و هیچ زندگی عاشقانه هم نداره، یعنی یک زندگی کاملا کسل کننده و خسته کن داره. سومیره یک روز به شکل کاملا اتفاقی یک دستگاه را پیدا میکنه که به اسم دوست پسر ماهانه است. این یک قسم وسیله است که میتونه وارد از دستگاه شوه و در یک دنیای غیر واقعی ولی فوق العاده جذاب روبرو شوه. و این روبروی باعث ازی میشه که هر بار داخل ویبتون بره با یک نقش اصلی از اونمو ویبتون ملاقات کنه و احساسات را که ازوجه تجربه میکنه وقتی که بیرون میشه او را به واقعیت تبدیل میکنه و باعث میشه که هر ویبتونش موفق شوه. ولی به خبر ازی که آخرین کسی را که میتونه ملاقات کنه همکارش است که از اون نفرت داره، یعنی دو همکاری که تنش جنگی بین همدیگرشان موج میزنه. اینا هر دو باعث میشه که یک جا داخل ویبتون با همدیگه روبرو شون و بدون شکی روبروی بدون عشق و ایجاد تنش بین از دو نفر نیست. پس حتما این سریال بیننده باشین چون فانتزی نیست اما فوق العاده تخیلی است. با تشکر.